مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و می‌شنوید حال دلتون خوب باشه. امروز در برنامه پشت پرده یه موضوع جنجالی و عجیب و غریبی رو به انتخاب کردیم که خیلی از دوستان از من سوال می‌پرسن که آقا بالاخره این خامنه‌ای و آخوندا کی میرن و اصلا آیا این خیزش مردم به انقلاب ختم میشه یا نه؟ سوال پرتکراری که شاید از خیلی از آدم‌هایی که حالا یا اپوزیسیونن یا رسانه دارن یا سواد سیاسی دارن یا اصلا توی جامعه یه مقداری متفاوت‌تر به موضوعات نگاه میکنن، خیلی ازشون سوال میپرسن که بالاخره تکلیف این خیزش بیش از 90 روزه مردم چی میشه. امروز میخوام در برنامه پشت پرده یه سری نکات رو افشاگری بکنم و یه سری نکات رو به شما بگم که باعث شده همین نکات به صورت مانع یا چاله یا دستانداز جلوی پای هم مردم باشه، هم جلوی پای اپوزیسیون باشه که این انقلابه و این خیزشه و این حرکت به نتیجه و هدف نرسه. اول این ویدیو هم میگم که من به نظر تمام کسایی که قراره تو این ویدیو راجبشون صحبت بکنم احترام میذارم، چون بر یک اصل و یک باور اعتقاد دارم که آزادی بیان وجود داره و دموکراسی وجود داره و اونها آزادن که هر جوری که دوست دارن رفتار بکنن و عمل بکنن و منم آزادم طبق قانون آزادی بیان یا همون شعار زن زندگی آزادی آزادانه نظر خودم رو بگم و دموکراسی رو رعایت بکنیم و یه سری نکات رو بگم که زودتر به هدف برسیم. میدونید که بسیاری از مخالفان اون سیستم و اپوزیسیون ها و کسانی که این ور هستن دارن تلاش میکنن با کمک مردمی که داخل ایران هستن انقلاب صورت بگیره، اما اون وسط ما شاهد این هستیم که یه عده سهوی، نمیگم عمدیا، سهوی یه سری خطاهایی رو انجام میدن که باعث میشه که اون انقلابه به نتیجه نرسه. چند تاشو برای شما مثال. در طول این چند ماه گذشته ما شاهد این بودیم اگر یک مقامی، یک مسئولی، یک سلبریتی، یک کسی که توی سیستم حال حاضر ایران شناخته شده هستش، یه سمتی داره، وقتی از ایران خارج میشه و میاد خارج از کشور، یه سری از مخالفان جمهوری اسلامی و یه سری از افراد موبایل خودشون رو ور میدارن و میرن جلوی اون طرف رو میگیرن، بعضیاشون با لحن‌های خیلی بد، بعضیاشون هم با لحن‌های خیلی حالا منطقی و درست جلوی اون طرف رو میگیرن و ازش سوال میپرسن و معمولا 99% این افراد از پاسخ دادن فرار میکنن، حالا یا یک رفتار دیگه رو نشون میدن و این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی خودشون منتشر میکنن و ویدیو هم وایرال میشه و نتیجه این میشه که اون ویدیو پر از کامنت میشه و همه میگن دمت گرم، دست درد نکنه، بالاخره یکی جلوی این چپاولگرا و این دزدها رو گرفت و حالشون رو گرفت و کاش که اونجا یه چکم میزدی تو گوشش و خلاصه جیگرمون حال اومد. دیدیم دیگه، من هم خیلی از این ویدیوها رو دیدم و میگن که باید همه مسئولان و سلبریتی ها رو این بلا رو سرشون بیاره. اما ببینید همیشه اون هدفه خیلی مهمه، ولی اون هدفه باید با منطق و دلیل و فکت بهش رسید. همینجوری یلخی و شخمی ما نمیتونیم به یک هدفی برسیم. گاهی وقتی شما میخواد به یک هدف برسید باید برید روی دست دشمنتون هم نگاه بکنید، بعد برید روی دست رقیبتون هم نگاه بکنید، بعد از تجربیات بقیه هم استفاده کنید که اونا دارن از چه تکنیکی استفاده میکنن. اگر رقیب تو، اگر روبروی تو داره از یه تکنیکی استفاده میکنه که موفقه، تو هم باید از اون تکنیک استفاده بکنی که اون رو هم شکست بدی. چرا این حرفو زدم؟ جلوتر میخوام به همین حرف هم رفرنس بزنم که اگر طرف مقابلی حرکتی رو انجام داد، شما با همون حرکت میتونید طرف رو شکست بدید و اصطلاحاً برنده اون اتفاق و جنگ باشید. ببینید برگردیم به موضوع قبلیمون که یه عده از حکومتی‌ها وقتی میان خارج از کشور یه عده برمی‌دارن و دوربین رو میبرن جلوی اون افراد. ببینید این حرکت باید یه هدفی رو دنبال بکنه، باید هدفدار باشه. این که طرف تو ایران یه سمتی داره، یک آدم سلبریتی یا یه شخصه، دلیل بر این نمیشه که ما دوربین رو ورداریم ببریم جلوی اون طرف و اون طرف فحاشی بکنیم. چرا؟
این چرایش خیلی مهمه. یه وقتی هست مثلا تو همین دوسلدورف آلمان جمهوری اسلامی اومده بود نمایشگاه گذاشته بود، یه عده دوربین رو برداشتن رفتن اون تو، فوش خارمادر رو کشیدن بهشون، گفتن که مگه ایران تحریم نیست؟ شما چجوری اومدید اینجا اصلا نمایشگاه برگزار کردید؟ چجوری ویزا گرفتید؟ چجوری دارید فعالیت میکنید؟ که از اون طرف شهردار دوسلدورف که مسئول برگزاری نمایشگاه هم بود وقتی اعتراض مردم رو دید و این تصاویر رو دید و در رسانه ها وایرال شد، از مردم ایران معذرت خواهی کرد و گفت دیگه این اتفاق نمیفته و ما بهشون مجوز نمیدیم و بعد از اون هم حتی صدور ویزا برای کوچکترین بیزینس ها از طرف آلمان برای ایرانیای داخل ایران که میخوان به صورت بیزینسی بیان این سمت و کار فعالیت اقتصادی بکنن به کندی داره پیش میره، به سختی داره اتفاق میفته، برای اینکه میگن که آقا اون سیستم سازوکاری نیستش که بخواد طرف مردمش باشه. اون یک هدف درست. یا مثلا ما داشتیم یک تصویر رو که خیلی هم وایرال شد، سام که توی توییتر هم خیلی معروف هستش، دوربین موبایل خودش رو برداشت و معمولا من دیدم 2 تا حداقل از ویدیوهایی که حالا خیلی وایرال شده بود 2-3 تاشون مثلا شاهکار بینش پژوه بود، پرویز پرستویی بود، یا مثلا پژمان درستکار تیم کشتی بود. حرکت باحالش توی خیابان‌های نیویورک بود زمانی که رئیسی به همراه هیئت همراهش رفته بودن اونجا و جلوی 2 تا از مدیران خبرگزاری‌ها رو گرفت و ازشون سوال پرسید. اما یه سری از این حرکات هست که هدف رو اتفاقا نمیزنه و از هدف دور میکنه این اعمال و رفتارشون. مثلا ببینید من اینجا ویدیو پرویز پرستویی رو به شما نشون میدم که همین سام رفته بود و موبایل خودش رو گرفته و جلوی پرویز پرستویی و ازش سوال پرسید. ببین شما وقتی که با یک لحن بیادبانه، با یک لحن تند بخواید از طرف سوال بپرسید، میدونم طرف ناراحته، طرف عزیزاشو، دوستاشو، هموطناشو تو ایران کشتن و نمیدونه باید چی کار بکنه دیگه. کار با بغض تمام و با شدت تمام داره از طرف مقابل سوال میپرسه. اما پرویز پرستویی اونجا سخنگوی دولت نیست. هرچند سوالی هم که پرسیده بود بودش میگفت آقا شما چرا از دست من فرار کردی و نمیدونم شما ترسویی و چنین نشونم. بریم یه تیکه ویدیو رو ببینیم، بیایم من دلایل خودم رو میگم. رایت این رو دارم بیام صحبت کنم. تو نداری. من گفتم آقای پرستویی من از شما پرسش دارم، میخوام بیام بپرسم چرا از من میترسید. ببینید میدونم این سام خبرنگار نیست و کسی هم نیستش که تکنیکای سوال پرسشگری رو بلد باشه، یا خیلی از کسایی که موبایل خودشون رو میگیرن و میرن جلوی این افراد خبرنگار نیستن و تکنیکای پرسشگری رو بلد نیستن که از چه تکنیکی یا از چه روشی استفاده بکنن که جواب مد نظر رو بگیرن. میاد به پرویز پرستویی میگه که من ازت سوال داشتم چرا ترسیدی؟ شما به یک بچه کودکستانی هم اگر بگی که چیه ترسیدی، یا هر کسی به یه شخص دیگه بگه چرا ترسیدی و سوال من جواب نمیده، اون طرف 100% جواب شما رو نمیده و شما به بدترین حالت ممکن برخورد میکنه، به خاطر اینکه شما با لحن تحقیرآمیز داری با طرف صحبت میکنی. خب اما از اون ور قضیه میخوام برسم حتی به همین پرویز پرستویی و یه نکته رو به شما بگم. این پیج اینستاگرام پرویز پرستوییه که 6,500,000 دنبال کننده داره. 6,500,000. یه شخصی مثل پرویز پرستویی که اگر برید صفحه‌ش رو هم دنبال بکنید بیش از 4,274 تا پست داره. چقدر بهش فحش دادن، چقدر بهش توهین کردن و بازم میگم اعمال و رفتار این آدم‌ها رو من بهش احترام میذارم. اما میخوام این نکته دیگر رو بگم. 6,500 تا 6,500,000 فالوور، ببینید چه رقم بزرگیه. ما اصلا میگیم آقا 2 میلیونش هم فیک، 3 میلیونش هم فیک، 3 میلیونه که دیگه فالوور داره دیگه، مگه میشه گفت نداره؟ اگه کمتر، ولی پرویز پرستویی به نظر من خب خیلی ها میشناسنش و فالوور داره. شما وقتی که میای با این لحن با پرویز پرستویی صحبت میکنی 100% هدف رو اشتباه زدی. چرا؟ الان براتون
یه فکت میارم و میخوایم منطقی با هم دیگه صحبت کنیم. ببین وقتی شما بتونید با علم، با آگاهی و با تحلیل و آنالیز بری جلو، قطعا موفق میشه. اگه با تحلیل و آنالیز نری، قطعا اینا نمیرن. خب ما الان تو جامعه ایران و جامعه داخل ایران، من راجع به مردم ایران و کسایی که داخل ایرانن دارم صحبت میکنم، چون اگر بخواد انقلاب بشه که اینا برن، مردم داخل ایرانن که باید انقلاب بکنن. مردم بورکینافاسو و مردم فلسطین و لیبی و لبنان نیستن. مردم داخل ایرانن که همین الان دارن داخل ایران جون میدن، همین الان داخل ایران دارن زندانی میشن، دارن اعدام میشن، دارن بازداشت میشن، دارن تیر میخورن و دارن تهدید میشن و دارن فقر و بدبختی و هزاران اتفاق رو با پوست و گوشت و استخونشون لمس میکنن. پس مردم ایرانن که داخل ایران میتونن اون انقلاب بکنن و میتونن یه کاری بکنن که این آخوندا برن، که آقایون اپوزیسیون ها و کسانی که خارج از کشورن و دارن حالا هر گونه فعالیتی میکنن، چه سیاسی، چه لابیگری و چه چیزهای مختلف، بتونن بیان داخل ایران. اما همون مردم چند دستن؟ یه دسته از همون مردم مخالف آخونده و جمهوری اسلامی هستن. یعنی میخوان سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، همین فردا هم برن فوش خارمادر هم میکشن به همشون و اصلا خوششون هم نمیاد، که طیف وسیعی هم هستن و توی اون جامعه وجود دارن. اون افراد که تکلیفشون مشخصه، اونا توی ظرف این سمتن و سمت اپوزیسیون ها و سمت همون کسایی هستن که میخوان انقلاب بشه و میخوان آخوندا برن و همون کسایی هستن که موبایلشون رو ور میدارن و میرن جلوی اون دزدا و چپاولگرا رو میگیرن و طرح سوال میکنن. اینا که این سمتن، اینا تکلیفشون مشخص. یه عده دیگه هستن که اصلا وسطن، یعنی آخوندا باشن، نمیدونم حکومت پهلوی بیاد یا حکومت دیگه بیاد، حکومت قاجار بیاد، نمیدونم هر کی بخواد بیاد، برای اینا فرقی نمیکنه. اینا انقدر پول در آوردن و انقدر ملک و املاک تو داخل و خارج از کشور دارن و 7 جد آبادشون سیره، یا یه عدهشون هستن که اصلا حالا توی باغ دیگن، اصلا توی فاز دیگن و اصلا توی این لاینا نیستن، این باشه اون باشه فرقی نمیکنه، زندگی روتین خودشونو میکنن. بعضیاشون مثل رباتن، صبح میرن سر کار میان، این باشه اون باشه، بی قید و بندن و بی تفاوتن. اونا وسطن. اونا رو هم که اصلا ما نمیتونیم نه بذاریمشون تو ظرف جمهوری اسلامی و نه میتونیم بذاریمشون تو ظرف اپوزیسیون. اونا هم وسطن، اصلا هیچ فرقی نداره. اما این ور قضیه، دسته سوم که دسته هدف هستن و کسانی هستن که دلبسته و وابسته به آخوندان، که همونها هم داخل خودشون به 2 دسته تقسیم میشه. دسته که میگن که به نظر من دسته بزرگترین، میگن که اوه اگر اونهایی که خارج از کشورن بیان جای آخوندا، ما بدبخت میشیم. 100 رحمت به این آخوندا. دلیل هم دارن واسه حرفشون ها. یه قشرشون مذهبی هن. ممکنه خیلی از مادرای شما، ممکنه خیلی از پدرای شما آدم‌های مذهبی باشن، 50 ساله 60 ساله نماز میخونه، نمیدونم مراسم‌های مذهبیشو برگزار میکنه، قرآنشو میخونه، دعای کمیلشو، همه چیشو مذهبیه. شما نمیتونی بهش ایراد بگیری. وقتی نگاه میکنه به یه سری رفتارهای افراد خارج از ایران و اپوزیسیون ها، میبینن طرف قرآن آتیش زده، میبینن طرف داره فوش میده به اسلام، داره فوش میده به باورش، داره توهین میکنه به چیزی که طرف 60 سال براش عبادت کرده، باورشه. شما باورش رو نمیتونی عوض بکنی. اون طرف وقتی که میبینه تو داری فوش میدی به باورش و نمیدونم امامش و انقلابش، هیچ وقت نمیاد سمت تو. پس تو توی جذب اون آدم اشتباه کردی. جذب اون آدمی که میتونستی با رفتار درست و منطقی قانعش بکنی تا با توهین، تا با بدرفتاری، تا با توهین کردن به مذهبش. پس شما
بدون علم و آگاهی و بدون تحقیق رفتار کردی. چون اگر تحقیق میکردی میدونستی همچین قشری تو جامعه ایران هم هستن. به نظر من قشر منطقی و میتونن بزرگی باشن، چون شما اگر اطرافیان خودتون رو نگاه بکنید خیلی آدم‌های مذهبی رو میبینید که باورشونه و شاید جالب باشه براتون، مثلا خیلیشون هستن حجاب ندارن، روسری ندارن، اما باور مذهبی دارن. مثلا روسری نمیزنه، نماز و روزه نمیگیره، اما یه سری اعتقادات داره. حالا انتخابی خودشه دیگه. مثلا میگه من همه سال مشروب میخورم، 10 محرم مشروب نمیخورم، یعنی انقدر باور مذهبیش این تیپیه. شما اون قشر رو فاکتور میگیری و یه کاری میکنی که اون قشر جذب تو نشه. یه قشر دیگه هم هستن که دلبسته و وابسته به اون حکومتن. شما این دو دسته ای که به سمت حکومتن با اعمال رفتار اشتباهی که انجام میدی، از دید اینها، شاید از دید خودت و اون آدمایی که کامنت میذارن و به به و چه چه میکنن، اونا بحثشون فرق میکنه، ولی شما اونا رو جذب خودت نمیکنی. برای همینه میگم وقتی شما میخواید دوربین رو ورداری و بگیری جلوی یه شخصی، باید این رفتارت هدفدار باشه. مثلا نگاه کنید، اینجا اومده جلوی پژمان درستکار رو گرفته، سرمربی تیم ملی کشتی، و اول که داره خوش رو پروموت میکنه سام، مثلا به نظر من میگه من عضو تیم ملی جودو بودم، یا مثلا خود چرا خودتو داری برای طرف پروموت میکنی؟ طرف اگه تو رو بخواد بشناسه میشناسه، اصلا نیازی نیست تو بخوای خودتو پروموت بکنی. پس این نشون میده که شما که با 2 دوربین میری، یه دوربین از تو فیلم میگیره که تو رو نشون بده داری این فیلم رو میگیری و اون فیلم طرف مقابل که داری میذاره. این به نظر من یه قشر دیگه هستن تو ایران که اینا رو میبینن و این رفتار شما رو میبینن و جذب شما نمیشن. ببین آقای پژمان درستکار، 80 روز بچه‌های ما دارن کشته میدن، جوانای ما دارن کشته میدن. شما حرفی زدید یا نه؟ صدای مردم شنیدی یا نه آقای پژمان درستکار؟ یه زمانی قهرمان این مردم بودی آقا پژمان. یه زمانی قهرمان این مردم بودی پژمان درستکار. الان چی شده که اینجوری اصیل سویچ کردن. خب چه لزومی داره شما تصویر رو سویچ بکنی و خودتو بخوای نشون بدی؟ درست کار. فقط سوال داریم ما. سوال نه چی شده؟ چرا؟ نه بگو. چرا بعد نمیپرسیم؟ آیا درست کار چرا بعد نمیپرسیم؟ چرا اینجوری شدید؟ چرا این کارو میکنید؟ کی میخواید صدای مردم رو بشنوید؟ ها؟ کی میخواید صدای مردم رو بشنوید؟ کی قراره صدای مردم؟ فقط میخوایم صدای مردم باشین. همین جناب درست کار. همین امروز همین صدرات رو دارن اعدام میکنن. همین امروز حکم اعدامشون داده. خب ببینید، حالا چون من فکر می‌کنم که این پژمان درستکار مثلا شاید بتونه با یه پستی یا با یه استوری بخواد راجع به این قضیه واکنش نشون بده، ولی اینکه مثلا شما بخوای کل سیاست‌های حکومت رو از این آدم بپرسی، به نظر من منطقی نیست. ولی برسیم به این منطقه. حالا به ویدیو پرویز پرستویی برگردیم، میخوام این مسائل عینیش رو برای شما بزنم. پرویز پرستویی گفتم دیگه 6.5 میلیون دنبال کننده داره. خب یا پژمان درستکار که حالا خیلی مثلا نزدیک 400-500 هزار فکر میکنم دنبال کننده داره. بهتون هم گفتم که ما میگیم آقا 3 میلیونش هم فیک. خب 3 میلیونش هم فیک. شما وقتی میای این ویدیو رو از پرویز پرستویی میگیری و با اون لحن باهاش صحبت میکنی یا به نوعی بهش بی احترامی و توهین میکنی، عملاً 3 میلیون طرفدار پرویز پرستویی دیگه سیستم تو رو قبول نمیکنن. میگن آخوندا بهتر از تو هن. چرا؟ چون شما به کسی که سلبریتیشونه یا اصطلاحاً به کسی که دنبال کننده شونه با یه لحن بدی صحبت کردی. اینو از منی بشنو که متخصص انتقاد از سلبریتیام و تا دلتونم بخواد فوش خوردم از طرفدارانشون، میدونم که چه طیف بزرگی هن. شما با ظرافت خاص و با هوشمندی خاصی میتونستی جوری سوالتو بپرسی که طرفداران پرویز پرستویی رو جذب خودت بکنی. قابل توجه همین دوستان، میدونید پرویز پرستویی چند تا اعدامی رو رضایت خانواده هاشون رو گرفته؟
شمایی که دست به آمارتون خوبه، دیتیل‌های محرمانه در میارید، بولتن‌های محرمانه به دست میارید، فایل صوتی به دست میارید. اصلا تو اون مملکت نباید اعدام صورت بگیره، اما میخوام به شما بگم برید در بیارید که پرویز پرستویی چند تا روستا رفته سر زده، فیلماشو همه میذاره. راجع به مهسا امینی هم صحبت کرده، انتقاد داده از سیستم، حتی گفته که صدا و تصویر منو پخش نکنید. یه قلمش پرویز پرستوییه. من خودم منتقد سلبریتی هام، ولی خب به هر حال وقتی پرویز پرستویی میره رضایت یه خانواده رو میگیره، اون خانواده بک و فامیل و ایل و تبارش میشن 1000 نفر. 1000 نفر میفهمن که پرویز پرستویی رضایت عزیزشون رو گرفته که اعدام نشه. همون 1000 نفر میرن به 5000 نفر دیگه میگن، همون 5000 نفر میرن به 20000 نفر دیگه میگن، همون 20000 نفر میرن به 100000 نفر دیگه میگن، همون 100000 نفر میرن به 2 میلیون، همون 2 میلیون میرن به 6 میلیون دیگه میگن که پیج پرویز پرستویی میره بالا. یه کارهای خیری که انجام داده. شما با تارگت های اشتباه و با هدف گذاری های اشتباهی که میکنید باعث میشید که این افراد رو جذب خودتون نکنید. همین میشه که چی شد این؟ آره. همین میشه که این آخوندا نمیرن. چون بعد یه نکته دیگه هم گفتم، ببینید یادتونه بهتون گفتم که رو دست طرف مقابلتون نگاه بکنید، رو دست دشمنتون نگاه کنید، ببینید اون چی کار میکنه. نزدیک انتخابات که میشه، همین آخوندها جمهوری اسلامی میرن با کسایی که بی‌حجابن یا اصطلاح خودشون بدحجابن مصاحبه میکنن و تو تلویزیون پخش میکنن، حتی روز انتخابات، که چی رو به مردم القا کنن که این انتخابات واسه همه است، حتی بی‌حجابه حتی با حجابه. به محض اینکه رأیشون رو گرفتن، خرشون از پل گذشت، همشون رو بایکوت رسانه‌ای میکنن. به این میگن چی؟ میگن که جذب حداکثری از دید خودشون دیگه، میدونن چجوری جذب بکنن. شما هم اگر بتونید رو دست اون آخوندا بازی کنید و نگاه کنید که اونا چه کاری رو 43-4 سال انجام میدن، قطعا شما هم میتونید موفق بشید. حالا ما بیایم اینها رو میگیم، داریم اصطلاحاً تحلیل و آنالیز میکنیم، یه عده میان فوش میدن. تو مخالفی الان فردا اینا حکومتی‌ها بیان خارج از کشور جلوشون موبایل نه، اتفاقا اونایی که میدونیم تاثیرگذارن و میدونیم هدف گذارن باید برید جلوشون، اگه راداش 2 تا چک هم بزنید، ولی باید هدف داشته باشه پشتش، باید سوالتون منطقی باشه و از اون طرف به نظر من حرفه‌ای سوال بپرسید. شمایی که با رسانه‌ها و خبرنگارهای مختلفی در ارتباطید، ازشون پیشنهاد بگیرید یا مشورت بگیرید که ما چجوری از طرف سوال بپرسیم که هم زایش بکنیم، هم رسواش بکنیم، هم به اون هدفمون برسیم، هم بتونیم به طرفداراش اثبات بکنیم که آقا این سلبریتی بی سواده، آقا این آدمه اون کاراکتری که شما میگید رو نداره. شما باید یه کاری بکنید که مخاطبهای اون آدم رو جذب خودتون بکنید، وگرنه بقیه مردم که سمت شما، تو سبد شما، به سمت شما، اونا که شما صبح تا شب فوش بدید اونا هم فوش میدن. شما صبح تا شب بگید لعنت بر فلانی، اونا میگن لعنت بر فلانی. شما صبح تا شب بگید که نه اینوری نه اونوری فلانم تو چیز، اونا هم میگن اینوری اونوری، همه میگن. اونی که این سمت است، اینی که سمت اوناست، اونی که به سمت اونها داره گرایش میکنه، اونو باید جذب خودتون بکنید تا اینا برن. اونا که این سمتن تمام قدرتشون و تمام نازشون به اینه که این سمتی ها رو دارن. شما اگه یه جوری برخورد بکنید که ارتشی ها رو بیاری سمت خودت، اونایی که سپاهیان یا بسیجیان رو جوری جذبشون کنی بیان تو تیم تو، به سبک خودش باید جذبش کنی. شما با توهین به مذهب نمیتونی یه بسیجی رو جذب خودت کنی. کسی که عاشق قلیونه نمیتونی مثلا، یا کسی که از قلیون متنفره شما نمیتونی با قلیون جذبش بکنی. اینطوری بدم مثال خیلی ساده‌شو میزنم برای سری از این افراد. کسی که
از مثلا خودم مثلا از خورشت کرفس برام میاد مثلا چون یک کسی که از خورشت کرفس بدش میاد، خورشت کرفس رو بردار دیزاینش رو خوشگل بکن، این ور اون ورش رو خوشگل بکن، دورش هم 100 تا چاشنی غذا بذار، انواع اقسام نوشیدنی هم بذار. وقتی طرف بدش بیاد از خورشت کرفس دیگه بدش میاد، نباید اون طرف رو با این بیاری به این سمت. اگر طرف ساندیسیه تو هم باید با ساندیس جذب خودت بکنیش. اگر طرف رانیه تو باید با رانی جذب خودت بکنی. اگر طرف ردبول دوست داره تو باید ردبول نشونش بدی که جذب خودت بکنیش. اون موقع هستش که یارهای اون طرف رو میگیری، مثل یک بازی شطرنج میمونه که مهره‌هاش رو باید ازش بگیری. مهره هم با مهره میتونی بزنی، نمیتونی مهرهش رو با دستت بزنی بره، باید با یک فکر، با یک تحلیل بری جلو تا بتونی یه کاری بکنی که اینا برن. این نظر منه و تحلیل منه. حالا شما میگی با فحش دادن، با فحش خارمادر دادن، با توهین به باورهای مذهبیشون، با توهین به اون چیزی که اونها یک عمر عاشقانه براش عبادت کردن میتونی موفق باشی؟ چرا؟ مثلا میگن که قبل انقلاب هر کی که انقلاب شد، هر کی که توی مثلا ساواک بود، نمیدونم توی جای مختلف بود، نمیدونم کلی از فرمانده های ارتش، کلی از خلبان ها، کلی از آدم های باسواد رو تو انقلاب اعدام کردن. بودن شما اون بری بودید اعدام کردن. از این طرف شما باید یه کاری بکنید که اون ما آدم باسواد هم تو این سیستم داریم، آدم نخبه هم تو این سیستم داریم، آدم تاثیرگذار و پرنفوذ هم تو این سیستم داریم که اگر بیاد تو تیم شما پایه های اون نظام میلغزه. ولی اگر شما مثل این آخوندا رفتار بکنید و بعد از اینکه قدرت رو بگیری دستت، اون آدمای نخبه رو نتونید جذب خودت بکنی و اعدامش بکنی، شما نخبه کشی کردی و کاری رو کردی که دقیقاً همونا انجام دادن. و دوباره همه میگن که ما باید انقلاب بکنیم برای اینکه اینایی که بعد از آخوندا اومدن هم برن. این ایدئولوژی منم هست در رسانه پشت پرده. من سعی میکنم یه کاری بکنم اون کسایی که حالا با منطق خودشون دلبسته و وابسته به اون حکومتن آگاه بشن که سمت درست کدوم سمت، برن سمت درست و راست وایسن. به من میگن کدوم سمتی؟ سوالی که خیلی از من میپرسن. ماندی به قول اون وریا، نمیدونم موافقی، ساندیسی، کدوم سمت تو مشخص کن. من سمتی وای میستم که حقیقت و واقعیت و منطق وجود داشته باشه. قبلا هم گفتم من سمت دروغ وای نمیستم. هر سمتی که دروغ باشه یا هر سمتی که طرف باهاش بخواد یه رفتار اشتباه بکنه، من اون سمت وای نمیستم. الان هم دارم میگم آقا یک جوری رفتار بکنید که بتونید یه کاری بکنید اون 6.5 میلیون طرفدار پرویز پرستویی رو جذب خودتون بکنید. طرفدارای پژمان درستکار رو طرفدار خودتون بکنید. طرفدار کشتیگیرا رو طرفدار خودتون. چون یه عده هستن اونها رو قبول دارن. شما اگر یه کاری بکنید که اونی که قبول دارن داره اشتباه میکنه و راهش اشتباهه، طبیعتا دیگه طرفدار اون نمیشن و اون آدم متوجه میشه که دیگه نه قدرتی داره، نه معروفیتی داره و نه محبوبیتی داره. پس سعی میکنه به جای اینکه سمت طرف دیکتاتوری وایسه بیاد سمت طرف مردم وایسه. این میشه هدف درست زدن. این میشه درست و منطقی رفتار کردن. وگرنه توهین کردن و فحش خارمادر دادن افتخار نیست و قدرت نیست. بیای به یه سمتی فحش بدی، آدم هایی که اون سمتن و طرفدار اون سمتن و ستونای اون سمت رو دارن میگیرن، اونا ستون رو ول نمی کنن بیان سمت تو. قابل توجه اونایی که میگن دوتا فحش بده به این، دوتا فحش بده به اون. شما باید با زبان خودشون اونا رو جذب خودتون بکنید. این کل تحلیل من بود و میتونم حالا ساعت‌ها هم راجع به این قضیه صحبت بکنم، ولی امیدوارم که منطقی بوده باشه و خیلی دوست دارم که شما هم برای ما کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. مرسی که تا این لحظه با من همراه